تقریبا 2-3 هفته‌ای میشه که ویدیو نساختم. یه هفته رو استراحت بودم. کلی اتفاق افتاد که فکر میکنم مسیر به توسعه موکو رو کلا تغییر داده باشه. توی این ویدیو در موردش صحبت میکنم. من یه هفته رو تصمیم گرفتم که استراحت کنم، کلا از موکو دور باشم، ولی یه ایجنت کدی دیدم که به نظرم جالب اومد و یکم ازش استفاده کردم. اسمش پای بود که ایده خیلی جالبی داشت. یعنی ایدهش این بود که یه پکیج خیلی ساده‌ای بهت میده، خودت هر جوری که خواستی توسعهش بدی و اون ایجنت کدی که دوست داری و بسازی. ایده خیلی جذابی بود برای من، چیزی که باعث شد تصمیم بگیرم که از پایم استفاده بکنم به عنوان اولین ایجنت کدم. این بود که هزینه خیلی کمی داره و خیلی هوشمندانه. ساده است ولی خب خیلی مشکلات هم داره که بعداً میگم در موردشون. و خب به غیر از پای از چیزهای دیگه هم استفاده کردم. کلی ویدیوهای مختلف و چیزهای مختلف رو دیدم و چند وقتی میشه که یعنی از اولم با چت باکس ها مشکل داشتم، ولی الان دیگه خیلی دارن اذیت میکنن. و همین درسته که ایده اولیه موکو قرار بوده که صرفا یه آواتار باشه و یعنی قرار بود اولش هم یه چت باکس داشته باشه، ولی قرار بود خیلی ساده باشه، یه سری کار ساده رو انجام بده. بعد از پای تصمیم گرفتم که تمرکز رو از روی آواتار بردارم. هنوزم آواتار رو توسعه میدم، الانم تا یه بخش خوبی پیش رفته، باید تستش کنم، ولی الان میخوام تمرکزمو بذارم روی یه چت باکسی که بتونم کارامو باهاش انجام بدم. یه هفته‌ای میشه که دارم روی قسمت چت باکسش کار میکنم. به نسبت چیزی که فکر میکردم پیشرفت بیشتری داشتم. یه قسمتیشو به خاطر اینه که دارم از پای استفاده میکنم، یه سری چیزای خیلی حوصله سربر و زمانبر رو برام انجام میده، ولی هنوزم اون چیزی نیست که بخوام. برای همین قرار نیست بعداً خیلی از پای استفاده بکنم، چون خود پای امکانی که داره بهت استیکی میده که بتونی توی برنامه‌های خودت ازش استفاده بکنی. خیلی ایده دارم در موردش که چجوری موکو ازش استفاده بکنه تا هم از اون امکاناتی که تو موکو دارم استفاده بکنم، هم موکو بتونه از پای استفاده بکنه. خب تو این یه هفته‌ای که روش کار کردم تا اینجا پیش رفتم. خیلی چیز خاصی نیست فعلا. یه قسمت چت داره، میتونین پروژه‌تون رو انتخاب بکنین. خود پروژه باید حالا حافظه مخصوص خودش و چیزای مخصوص خودش رو داشته باشه. قسمت اسکیل رو بهش اضافه کردم، هنوز اونجوری که میخوام نیست، ولی خب فعلا یه نمونه اولیه است تا صرفا ببینم چه جوری کار میکنه. توی پروژه اگر از اسکیل بخواید استفاده کنید، خود پروژه میتونه اسکیلای خودش رو داشته باشه که از اسکیلای گلوبال جداست، ولی اگر چت جدید بسازین و پروژه انتخاب نکنین، خب صرفا اسکیلای گلوبال رو میتونین استفاده کنین. یه قسمتی که از موکو الهام گرفتم قسمت اکستنشنه، چون موکو برای اینکه بتونین راحت توسعهش بدین بهتون امکان میده که خودتون اکستنشن براش بسازین و یه هوشمندی زیادی که خرج دادن توی ساخت موکو این بود که داکیومنت های خیلی خوبی داشت. یعنی تو بخوای اکستنشن بسازی لازم نیست خودت هیچ کاری انجام بدی، به ایجنتت میگی ایجنت انقدر داکیومنت های خوبی داره که خود ایجنت کامل متوجه میشه باید چی کار کنه. برای همین منم قرار همچین کاری انجام بدم، یعنی داکیومنت های خیلی خوبی داشته باشه موکو که راحت بتونین باش اسکیل و اکستنشن و آینده هم قرار ایجنت و ان سی پی هم بهش اضافه بشه که میتونین از همش استفاده کنین. خود موکو براتون توسعهش میده. فعلا تا اینجا پیش رفتم، احتمالاً 2 ماهی زمان ببره تا قابل استفاده بشه، چون خیلی کارا داره که باید انجام بدم، ولی خیلی بهش امیدوارم. آره در کل فکر میکنم مسیر موکو از صرفاً یه آواتار بودن به یه دسکتاپ اپ هوشمند قرار تغییر بکنه. هنوز نمیدونم، باید استفاده کنم ببینم توی استفاده روزمره چقدر جواب میده. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگر که علاقه دارین به این موضوع که کانال رو سابسکرایب کنین. اگرم که نظری دارین یا ایده‌ای دارین توی قسمت کامنت ها بهم بگین، حتما میخونم و جواب میدم.